all of this is very important for improvement of the students. So as you mentioned, we have some memories. این دختران و پسرانی که 2 سال قبل هیچ نوع فهمی از زبان انگلیسی نداشتند، اکنون پس از فراگیری برنامه دسترسی به زبان انگلیسی ایالات متحده آمریکا می توانند به طور فصیح به این زبان تکلم کنند. نسرین نوریاخیل، وزیر کار امور اجتماعی که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده است، روز سه‌شنبه در مراسم فراغت این اطفال در کابل از سفارت آمریکا خواست تا این برنامه را ادامه دهد. افغانستان مملکت است که هم غریب است و هم فوق العاده غنی. غریب به خاطر است که متاسفانه 4 دهه جنگ وطن ما را بسیار متضرر ساخت. اما غنی به خاطر هستیم که یک نیروی بسیار بزرگ داریم، نیروی جوان که بسیاری از ممالک به فقرش امیال مواجه هستند. 60% نسل جوان داریم که واقعا کمر انکشاف افغانستان بسته می‌کنند. با گفته وی حدود 300 طفل از پرورشگاه‌های مختلف کابل از برنامه چشمانداز آینده افغانستان دسترسی به زبان انگلیسی که از سوی سفارت آمریکا تمویل شده مستفید گردیدند. در این حال شماری از اطفالی که از این برنامه مستفید شدند ضمن تشکری از سفارت آمریکا خواستار ادامه این برنامه‌ها به سایر متعلمین پرورشگاه‌ها شدند. همه با هم یقین داریم و می‌دانیم که هر قدمی که برای آموزش اولاد افغان برداشته شود که قدم نیک، مفید و ارزشمند است و پروگرام اکسس نیز مفیدیت و ارزشمند خاص خود به تمام داشته و به اندوخته‌های تعلیمی ما بیشتر فایده کرده و افزوده است. سم کولای شي تاسو ته بیان وکړم د اهمیت څخه ځکه چې موږ کولی شو په ټول ارسو کې ځکه په طبابت کې په انجینري کې په معلمي کې په ټولو شیانو کې موږ کولی شو چې انګلیسي څخه زده کړه وکړو او همدارنګه د ډیره ګټوره دی انسان ته. برخی اطفال که در این برنامه سفرهای خارجی هم داشتند از سفارت هند و ترکیه از درک بورسیه‌ها سپاسگزاری کرده و از حکومت می‌خواهند تا زمینه بهتری تعلیم را برای آنان فراهم سازد. Thanks for America.